نتیجه یک تحقیق که توسط پژوهشگران انستیتوی ملی پژوهش‌های بهداشتی تایوان انجام شده نشان می‌دهد که مصرف مکرر مسکن‌های غیر استروئیدی و ضد التهاب از جمله بروفن خطر نارسایی کلیه را در بیماران مبتلا به فشار خون بالا می‌برد. پیشتر نیز اداره نظارت بر غذا و داروی آمریکا در این باره هشدار داده بود. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیوس برای توضیحات بیشتر. خانم دکتر، این گروه مسکن‌ها غیر بروفن‌ها شامل چه گروه‌هایی، چه داروهایی هستند و منظور از مصرف مکرر دقیقاً چند بار و به چه مدت است؟ این گروه از مسکن‌ها که شامل رده دارویی ضد درد، ضد تب و ضد التهاب هستند، البته ضد التهاب در دوزهای بالاتر، غیر از بروفن همونجور که فرمودین. البته بروفن، موترین و ادویل هم نام‌های تجاری بروفنن، این باید در نظر بگیریم اونها هم مثل بروفنن. ولی غیر از این بروفن‌ها شامل نپروکسنن که با نام تجارتی الیف هم به فروش میرسه، دیکلوفناک هستن، مفنامیک اسید هستن و سلبرکس. اینها در واقع مورد پرمصرف ترین نوع رده دارویی ضد التهاب و مسکن هستند که غیر استروئیدی هستند. اما این مصرف مکرری که راجبش سوال میکنین بیش از 3 ماه، چنانچه این داروها بیش از 3 ماه با دوزی که دوز در واقع تایید شده است مصرف بشن، باز افزایش خطر نارسایی کلیه در کسانی دارن که فشار خون دارن، بیماری فشار خون رو از قبل دارن. این مطالعه در تایوان برای رد تردیدهای گذشته که تحقیقات شواهد زد و نقیض ارائه کرده بودن انجام شد روی 30,000 نفر و دیدن اگر 3 ماه بیشتر یا روزانه بیش از 1 دوز تجویزی مصرف بکنن 32% خطر نارسایی کلیه در بیماران فشار خونی بالا میره. حالا هشدار اداره نظارت بر غذا و دارو آمریکا جریانش چی هست؟ آیا این حاکی از اشاره به خطر بیشتری هست یا نه؟ ببین، اداره FDA یا اداره نظارت بر غذا و دارو آمریکا که مرجع بین المللی برای تاییدیه داروها، به دلیل اینکه این داروها رو بسیار پرمصرف برای درمان سردرد، دردهای مفصلی و دردهای بسیاری میدونن و فشارخون بیماری شایعیه، میگن که باید روی تمام برچسب این داروها باید به روشنی نوشته بشه که اینا خطر افزایش نارسایی کلیه در اثر فشارخون و در بیماران فشارخونی و افزایش خطر بیماری‌های قلبی و سکته قلبی رو ایجاد میکنن. میگه FDA اساس استدلالش اینه، میگه دانش پزشکی در این باره روشنه، پزشکان اطلاعشون کافیه، ولی چون این داروها در اوور د کانتر یعنی بدون نسخه اجازه فروش داره، نباید فقط به این اکتفا کنیم که دکترها میدونن. این مردم میرن خودشون این داروها رو میخرن. باید خیلی روشن روش نوشته باشه که خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو بالا میبره.